زمان که یکی از مشهورترین فیلم‌های تاریخی جهان به شمار می‌رود. داستان حول محور یک سفر رودخانه‌ای از ویتنام جنوبی به کامبوج می‌چرخد، سفری که هدایت آن را کاپیتان بنجامین ال ویلارد انجام می‌دهد. او علاوه بر هدایت این سفر، وظیفه دارد تا در یک مأموریت مخفی سرهنگ کورتز را هم ترور کند. فیلم تروی سال 1250 قبل از میلاد و آخر عصر برنز است. دو کشور نوظهور شروع به درگیری و جنگ می‌کنند، آن هم بعد از اینکه پاریس شاهزاده تروی هلن را که ملکه اسپارتا است متقاعد می‌کند تا همسر منلاوس را ترک کند و همراه با او به تروی بازگردد. بعد از اینکه منلاوس متوجه می‌شود که همسرش توسط تروی‌ها گرفته شده است، از برادرش آگاممنون می‌خواهد تا در بازگرداندن او کمک کند. شاهزاده پارسی، شاهزاده شجاع و شاهدختی زیبا، باید از دستیابی نیروهای تاریکی به خنجری سحرآمیز جلوگیری کند. این خنجر میتواند زمان را به عقب برگرداند و صاحب خود را به حاکم جهان تبدیل کند. خدایان مصر. فیلم از این قرار است که موجودی خبیث و بیرحم به سلطنت امپراتوری مصر تکیه میزند و این سرزمین را به هرج و مرج میکشاند، اما در این میان جوانکی دزد برای دادخواهی برمیخیزد. فیلم گلادیاتور، ژنرالی که تبدیل به برده شد، برده‌ای که تبدیل به گلادیاتور شد. گلادیاتوری که یک امپراتور را به مبارزه طلبید.